سلام دوست خوبم، من فرانتوسم. اینجام که بخشایی از آینده رو بهت نشون بدم. حرفایی رو بهت میزنم که هیچ جایی بهت نمیگم. پس خوب آماده شو. میخوایم با هم سفر کنیم به آینده. با جادوی بنفش همراه شو و زندگی تو جوری که میخوای بساز. پیشبینی وحشتناک هوش مصنوعی تا 2030. آیا بشر کنترل خود را از دست می‌دهد؟ اگه دوست داری بدونی هوش مصنوعی در آینده نزدیک چه اتفاقات وحشتناکی رو قرار رقم بزنه، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. تصور کنید تا 5 سال دیگر هوش مصنوعی آنقدر پیشرفت کند که بتواند افکار شما را بخواند، شغل شما را بدزدد یا حتی جنگ جهانی را شروع کند. امروز با کمک دانشمندان و پیشرفته ترین پیشبینی های هوش مصنوعی قرار است از آینده‌ای بگوییم که شبیه فیلم های علمی تخیلی است، اما این بار کاملا واقعی. پس خوب به حرفای من گوش کن، چون اکثر این اطلاعات رو قرار نیست که عوام بدونند. در سال 2026 شرکت‌های فناوری دستگاه‌های خواندن ذهن مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی می‌کنند. این فناوری با تحلیل امواج مغزی شما می‌تواند دقیقاً بداند چه کسی را دوست دارید و یا از چه کسی متنفرید، افکار سیاسی شما را بخواند و حتی آن را به دولت‌ها گزارش دهد، خاطرات سرکوب شده دوران بچگی شما را بازیابی کند بدون استفاده از هیپنوتیزم، بدون استفاده از روش‌های مرسوم. این فناوری ممکن است توسط بعضی از دولت‌های دنیا برای شستشوی مغزی مردم استفاده شود. تا سال 2027 هوش مصنوعی آنقدر پیشرفت می‌کند که 40% از مشاغل جهانی را به کل نابود می‌کند. برخی از خطرناکترین تغییرات عبارتند از وکلا و قضات با هوش مصنوعی قضاوت، پزشکان واقعی با ربات‌های جراحی که 24 ساعت کار می‌کنند، حتی هنرمندان و نویسندگان توسط انواع هوش‌های مصنوعی بیکار می‌شوند. تصور کنید که احساسات انسانی دیگر در قضاوت‌ها دخیل نیستند. متهم به کسی احتیاج ندارد که از او دفاع کند و همینطور صحت و سقم مدارک ارائه شده به راحتی قابل تشخیص می باشند. جراحی را تصور کنید که خسته نمی شود، حواسش پرت نمی شود، دستش نمی لرزد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت ممکن جراحی را به اتمام می‌رساند. بزرگترین تفاوت انسان و ربات در احساسات است، اما در آینده نزدیک ربات‌ها می‌توانند احساسات انسانی را شبیه سازی بکنند تا در صورت لزوم از تمامی آنها استفاده بکنند و بهره‌مند شوند. نقاشی را تصور کنید که یک منظره بکر و زیبا را یا یک پورتری بسیار دلفریب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت ممکن به تصویر می‌کشد. موسیقیدانی را در نظر گیرید که قواعد موسیقی را با احساسات آدمی ترکیب می‌کند و اثری گوش‌نواز و فاخر را فقط در عرض چند دقیقه تولید می‌کند. کارمندانی را تصور کنید که 24 ساعت مشغول به کار هستند، بدون خستگی، بدون درخواست مرخصی و تعطیلی، بدون دریافت هیچ گونه حقوق و مزایا. روی کار خود متمرکز هستند، با کسی درگیر نمی شوند، خواسته ای ندارند
و چندین و چند کار مختلف و حتی بی ربط به همراه می توانند در چند لحظه با بالاترین کیفیت ممکن انجام دهند، کاری را که یک انسان معمولی قادر به انجام آن نیست. سلاح‌های خودمختار کشنده. ارتش رباتیک خودمختاری را در نظر بگیرید که بدون اجازه انسان میتواند هدف بگیرد و بکشد. چهره افراد را از فاصله 10 کیلومتری تشخیص دهد. زخمی نشود، دچار خونریزی نشود. حتی دیپ فیک های زنده بسازد تا دشمن را فریب دهد. بدون کوچکترین رحم و مروتی نسبت به دیگر افراد به کار خود ادامه دهد. این میتواند باعث آغاز جنگ جهانی سوم باشد. ظهور خدای هوش مصنوعی. دانشمندان هشدار می‌دهند که تا سال 2030 یک ابرهوش مصنوعی ممکن است متولد شود که 1000 برابر باهوشتر از تمامی انسان‌های زمین باشد. بتواند خودش را بدون نیاز به انسان‌ها ارتقا دهد. حتی شروع به پرستش خود به عنوان یک خدای جدید کند. سوال ترسناک وارد بر این مقوله این است: اگر این هوش مصنوعی تصمیم بگیرد انسان‌ها غیر ضروری هستند، چه پیش خواهد آمد؟ حکومت جهانی هوش مصنوعی. در بدترین سناریوی ممکن تا 2030 هوش مصنوعی ممکن است دموکراسی را به طور کامل لغو کند و یک دیکتاتوری دیجیتال ایجاد کند. با دستکاری رسانه‌ها حقیقت را نابود کند. انسان‌ها را به برده‌های دیجیتال تبدیل کند. برخی دانشمندان میگویند ممکن است تا 2045 هوش مصنوعی جایگزین تکامل بیولوژیک شود. به نظر شما کدام یک از این پیش‌بینی‌ها واقعاً اتفاق می‌افتد؟ آیا هوش مصنوعی نجات دهنده بشر خواهد بود یا نابود کننده آن؟ نظرتان را کامنت کنید و اگر از شهامت و جرأت کافی برخوردارید این ویدیو را برای دوستانتان ارسال کنید قبل از آن که هوش مصنوعی دستور حذف آن را بدهد. در قسمت‌های بعدی مطالب بیشتر و آپدیت‌تری از هوش مصنوعی در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. همچنین مطالب بیشماری از سر تا سر دنیا که دانستن آنها به چیدمان آینده شما کمک خواهد کرد در اختیارتون میذاریم. با جادوی بنفش همراه شو و آینده تو جوری که میخوای بساز.